رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، خواهران ارجمند، تماشابینان بسیار هم گرامی قدر، ماه رمضان است. از فضیلت‌های این ماه مبارک، از برکات و سعادت این ماه مبارک باید هر یکی ما و شما پیوسته استفاده کنیم. از درگاه خداوند یکتا و به همتا مسئلت دارم که هر یک روز، هر یک دقیقه و ثانیه این ماه شریف را برای ما و شما لحظه های نزول رحمت و برکات الهی بگرداند و عبادت و طاعت های ما و شما را خالصانه به درگاه بنیازش قبول و هم مقبول بگرداند. عزیزان دل، در برنامه های گذشته سلسله برنامه های رمضانی ما و شما دایر به فضائل این ماه مبارک، همچنین درباره شرط های عبادت، اخلاص و اتباع و تزکیه نفس، اجر و ثواب تلاوت قرآن، تلاوت با تدبر و تفکر و دیگر مسائل مهم عبادتی صحبت خویش را دوام داده بودیم. اینک امروز باز مهمان کاشانه ما دامولای عزیز شیخ محمود خان هستند که ما خوش آمدید و نوری دیده و تاج سر میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دامولای عزیز، قدم های نیکی شما را به این کاشانه ما خوش آمدید، نوری دیده و تاج سر میگوییم و امیدوار هستیم که پروردگاری به همتا عبادت های ما و شما را به درگاهش قبول بگرداند، گناه ها و کمبودی های ما را بیامرزد و از همه ما و شما راضی باشد. و عزیزان دل، امروز ما تصمیم گرفتیم که راجع به یکی از مسائل مهم دین که این هم باشد توحید، یعنی یکتاپرستی است، صحبت خویش را ادامه بخشیم. دامولای عزیز، قبلا می گفتید که خودی توحید در عبادت چی است و یکتاپرست کی است؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. الله جل جلاله ما را، تمام انسانیت را برای یگانه پرستش خلق کرده است. مقصد از دین دنیا با آمدن انسان پرستش یگانه الله تعالی است. الله جل جلاله در قرآن کریم می‌فرماید: استعوذ بالله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون. من انسان و جن ها را نآفریدم مگر از برای عبادت کردن، یعنی شناختن الله تعالی و الله را شناخته عبادت کردن. تمام انبیاء علیهم السلام، پیغمبرها، همشون به یگانه خدا پرستی دعوت کردند. وقتی که پیغمبرها میگذرند، بعد گذشتن پیغمبرها انسانها ذات یگانه الله را فراموش میکنند یا به ذات الله تعالی یگان چیز را شرک میبرند، یگان چیز را برابر میکنند. از منهج الهی، از راه صراط المستقیم مردم گمراه میشوند. الله سبحانه و تعالی باز پیغمبرها را میفرستند که انسانها را به سوی یگانه الله تعالی دعوت کنند. حضرت آدم علیه السلام را الله تعالی به این ندا فرستند که حضرت آدم علیه السلام گفتند: ای انسانها، لا اله الا الله، آدم صفی الله گویتان. یعنی حضرت آدم علیه السلام به یگانه الله تعالی ایمان آوردن، به این دعوت کردند. بعد که آدم علیه السلام گذشتند، فرزندهاشان رفته آهسته آهسته تعلیم آدم علیه السلام را فراموش کردند و به غیر از الله تعالی به دیگر چیزها متوجه شدند و از آن یاردم مدد پرسیدند. الله جل جلاله ذات مهربان باز دیگر پیغمبر فرستاد، حضرت نوح علیه السلام را فرستاد. حضرت نوح علیه السلام آمده به انسانها گفتند: ای انسانها، لا اله الا الله، نوح نبی الله گویتان. یعنی الله یگانه است، معبود به حق است، به جز الله تعالی دیگر ذات لایق پرستش، لایق عبادت نیست و نوح پیغمبر خدا است. بعد از گذشتن حضرت نوح علیه السلام، مردم آهسته آهسته باز تعلیمات الهی را، منهج الهی را فراموش کردند و از این راه به دیگر راهها رفتند، به خدا شرک آوردند. خیلی که الله تعالی در قرآن کریم میگوید: یغوث و یعوق و نصر، یعنی همین نامهای بت‌ها را گرفته، همین ها را خدا کرده، همین ها را پرستش کردند. الله جل جلاله به بنده‌اش مهربان، بنده‌اش را خوشبختی، نیکی بنده ها را الله تعالی میخواهد.
الله جل جلاله باز دیگر پیغمبر فرستاد، حضرت ابراهیم علیه السلام را. ابراهیم علیه السلام آمده گفتند ای انسان ها لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله گویتان، یعنی به یگانه الله تعالی دعوت کردن، به سوی الله دعوت کردن. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله باز دیگر پیغمبر فرستاد، حضرت موسی علیه السلام آمده گفتند ای انسان ها لا اله الا الله موسی کلیم الله گویتان. بعد از حضرت موسی علیه السلام الله تعالی باز با همین سلسله با همین ترتیب حضرت عیسی علیه السلام را فرستاد. حضرت عیسی علیه السلام آمدند گفتند ای انسان ها لا اله الا الله عیسی روح الله گویتان. بعد از حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی باز دیگر پیغمبر فرستاد، آخران پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین، ختم کننده پیغمبرها هستند و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر پیغمبرها نمیاد. این پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین ندا آمدند که انسان ها لا اله الا الله محمد رسول الله گویتان. یعنی همه انبیاها به یگانه ذات الله را یگانه پرستش کردن، به یگانه الله تعالی عبادت کردن و منهج راه الله تعالی نشان داده راه را گرفتن، با این طریق زندگانی کردن. این رویه را الله تعالی با واسطه پیغمبرانش به سوی مردم، به سوی خلقش فرستاد و با واسطه پیغمبرها الله تعالی چند کتاب‌های فرستاد، تورات و زبور و انجیل. این تعلیمات الهی اینها همش به یگانه الله تعالی ایمان آوردن، به توحید یعنی ذات خدا را یک شناختن. به این تعلیمات مردم را، بشریت را، انسانیت را وادار میکند. یگانه الله تعالی را پرستش کردن این اصل عبادت است، اصل رضاگی الله سبحانه و تعالی. مقصد الله تعالی بشریت در این دنیا زندگانی کردن، با همین مقصد زندگانی کردن است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و زبان فارسی هم میگن که انسان ها را برای الله فقط برای عبادت الله تعالی. یعنی توحید این رسالت کلی پیامبران، رسالت کلی نبیان الله که تمام مردم بندگان الله را به سوی پرستش ذات یگانه که آفریدگار کل شیء است، برای عبادت یگانه ذاتی که شایسته عبادت هست روانه کرده است. یعنی توحید، وحدانیت، این خود پرستش پروردگار یگانه و در عبادت دانستن و شایسته بودن الله هست که این برای هر یک بنده ضرور است و هدف اساسی هر یک بنده است، چی از جن باشد و چی از انس. خب داملای عزیز، چخیلی که گفتیم کلی پیامبران و رسولان برای پرستش الله یگانه، پرستش ذات یگانه تمام مردم، تمام بشریت را دعوت کردند و خود توحید هم این یک وحدانیت است، پرستش ذات یگانه الله است، در عبادت پروردگار را به جای اول گذاشتن است و هیچ کسی را به او نباید شریک بیاوریم. خب خودی توحید و نمودهای آن که علمای اهل سنت و جماعت میگویند سه خیل می شود، یعنی توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات. در این باره شرح شما چی است؟ الحمدلله. الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید استعوذ بالله فاعلم انه لا اله الا الله، یعنی دان که البته به جز ذات الله تعالی یگانه ذات دیگر ذات نیست. یعنی الله تعالی این چیز را برای پیغمبرهایش خطاب کرد. از خطاب الله تعالی به سوی پیغمبرها، این خطاب برای تمام امت، تمام بشریت است. یعنی ما دانیم که یکمین چیزی که برای ما شرط است، فرض است، برای یکمین چیز برای ما ضرور، این ذات الله تعالی را شناختن، به ذات الله تعالی یگانه ایمان آوردن است. توحید یعنی این خداشناسی با دلیل‌های عقلی و نقلی شناختن. این توحید، علم توحید میگن. یعنی نه با زبان خود ما گیم ایمان به ذات الله تعالی ایمان آوردن است. یعنی توحید این علم توحید شناختن الله تعالی با دلیل‌های عقلی و نقلی، با قرآن، با حدیث و با مثال تجربه‌های حیات، با مثال‌هایی که می‌بینیم، احاطه کردن می‌بینیم، با این مثال‌ها ذات الله تعالی را شناختن را، این را علم توحید میگن. در آیات‌های قرآن بسیار است که الله تعالی به غیر از الله تعالی دیگر شریک نیست. در دیگر آیات قرآن میاد که استعوذ بالله لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر در این دنیا غیر از یگانه الله تعالی دیگر اله نیست، اگر دیگر خداها میبودن لفسدتا، این زمین و آسمان همه ویران میشدن. لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هر یک خدا من این میکنم میگفت، این خدا این یک نام میگفت،
بعد جنجال، نظام کائنات، ترتیبات دنیا همه چیز ویران میشه. این یگانه ذات الله هست که این دنیا رو همه با یک خیل ترتیب، با یک خیل نظام، با یک خیل رویه این رو جاری کرده است. این خودش عقلی یک دلیل است که به جز الله تعالی دیگر تنظیمگر، رهبر دیگر در این دنیا نیست، وجود ندارد. هم آیت قرآن است، این هم نقلی دلیل است، هم عقلی دلیل است. این آیت هم نقلی دلیل است برای ما، هم عقلان که حقیقتا در واقع در این دنیا یگانه ذات الله هست. خلاص دیگر دویم خدای نیست. اگر دو خدا میبود این خدا با این خدا جمع میکرد و زمین و آسمان چی ویران میشه. این هم دلیل عقلیش نمیتوند برای ما، هم دلیل نقلی. امام اعظم رحمت الله علیه یک دلیل نقلی عقلی برای یک دهریان کسانی که به ذات الله تعالی ایمان نمی آوردند، آنها گفتند که پیشوای خودتان را فریاد کنید، ما با آنها یک صحبت گذاریم که در این چه خدا بوده است. حضرت امام کمتر دیر کرده آمدند، آنها در نزد یک دریا دیگه نشسته بودند، خیلی دیر کرده آمدند. آنها گفتند چرا شما اینقدر دیر کردید؟ گفتند من وقتی که به پیش دریا آمدم خواستم از این آب گذشتنی شوم، یگان اسباب یگان چیزی نبود. وقتی که همونجا نشستم یک دو تخته های به حرکت آمدند، آنها به هم پیوست شدند مانند یک کشتی شد. من با آن سوار شدم و آن مرا به سوی اینجا، برای همین هم دیر آمدم. آنها خندیدند، گفتند این تو چی گفته ایستادی؟ این عقل انسان میگرد که تخته خود به خود حرکت درآید و کشتی شود و تو بیاری. ای آدم ها بین تا این پیشوای شما یک گپ گفته ایستاده است که عقل انسان این گپ را نمیگرد. یعنی تعجب کرده، تمسخر کردن. بله، گفتن چخیل این سخن نمیگرد که عقل انسان این را نمیگرد، این خیلی سخن گفته ایستاده. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتند اگر چوب ها خود به خود حرکت نکند، یک چیز خود به خود نشود، آیا این زمین و آسمان، این حرکت کائنات چخیل خود به خود میشود؟ شما چخیل این را باور میکنید؟ در همین جا آنها به این حجت قول امام، سخن حجت واقعی امام، آنها حیران شدند و با آنها حکم اسلام جاری کرده شد. یعنی توحید الوهیت، یعنی یگانه دانستن الله در عبادت چی است؟ بله، توحید را علماها برای وسیع تشریح شرح میدن. توحید الوهیت، ربوبیت و اسماء و صفات. توحید الوهیت این یعنی به ذات الله تعالی یگانه عبادت کردن، از طرف الله تعالی هر خیل ترتیب و نظام و هر یک حکم را از طرف الله تعالی گرفتن و الله را پرستش کردن، این توحید الوهیت است. توحید ربوبیت این در خلق کردن زمین و آسمان، رزق دادن مخلوق ها، پیدایش تمام کائنات، این توحید ربوبیت است. در زمانهای پیشین هم مشرک‌ها به این توحید ها ایمان داشتند. الله تعالی چخیل که نقل کرده میگوید استعوذ بالله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از آنها گفته شود، پرسیده شود که این زمین و آسمان را کی آفرید، آنها میگن البته الله تعالی میگن. به ذات الله تعالی آنها در ربوبیت خدا، در خالقیت خدا، در رازقی خدا آنها ایمان داشتند، لیکن به توحید الوهیت آنها به شرک مبدل میکنند. غیر از خدا دیگر کس را پرستش میکنند، غیر از الله تعالی دیگر کس را برای خود راهنما میحسابیدند، به غیر از خدا دیگر کس را، دیگر مخلوق را برای خودشان اله میگرفتند، یعنی بغیر الله میکردند یا با اون را واسطه میکردند که با واسطه این ما به الله تعالی نزدیک میشیم. آن را واسطه میگرفتند، برای همین هم آنها به شرک روبرو میشدند. الله تعالی پیغمبرها را میفرستند تا اینکه مردم را از این شرک، از غیر از خدا را پرستش کردن، آنها را آگاه کند و به سوی یگانه الله تعالی آنها را دعوت کند. الله تعالی برای همین هم پیغمبرها را میفرستند. حتی شیخ صالح فوزان حفظه الله تعالی در یکی از نقل‌های خود میگویند که یهود و نصارا در توحید ربوبیت یکتا پرست هستند، اما در توحید الوهیت آنها مشرک هستند، چون که چخیلی که شما در اینجا بیان کردید و الله شریکی را قرار میدهند که این البته جایز نیست. یعنی در توحید الوهیت کل عبادات، کل پرستش تنها برای الله باشد. مثلا کدام حالت‌های عبادت را مثال آورده میتونید در الوهیت و همچنین در ربوبیت؟ در الوهیت یعنی ما الله تعالی رو باید پرستش کنیم، از الله تعالی پرسیدن، از الله تعالی امید کردن، از الله تعالی یگانه ترسیدن و یگانه الله تعالی توکل کردن. اینها همش عبادت به ذات الله تعالی می شود. خلاص به غیر از الله تعالی شفای هم از الله تعالی، به غیر از الله تعالی از دیگر کس پرسیدن، به دیگر کس عبادت کردن، به دیگر کس توکل کردن، به دیگر کس از دیگر کس امید کردن، این چیزها شرک می شود. شرک معنا شرک می شود که باید انسان
امیدش از الله تعالی باشد، توکلش به الله تعالی باشد، فرصت از الله تعالی فرصت، ترسد از الله تعالی ترسد. این چیزها فقط از الله کرده می شود. و غیر از الله تعالی به دیگر چیز وقتی که انسان تکیه میکند، این الکی خود به خود شرک بت می شود. چون که در اثر میاد کل شیء یعتمد علیه فهو صنم. هر یک چیزی که انسان بر همان تکیه میکند، این صنم بت می شود. یعنی ما فقط به الله تعالی تکیه کنیم در هر یک کارمان، در هر یک خرسندیمان، در هر یک مصیبتمان، در هر یک کار به الله تعالی تکیه کرده همون کار را کنیم، این ایمان میشود. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که با الله توکل میکند، الله تعالی برای آن کفایت میکند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که نمرود دن آتش پرتاب، در همون وقت حضرت جبریل آسمانگی فرشته همشان ناله به گریه آمدن و حضرت جبریل نماینده شده آمدن گفتن ای ابراهیم برای شما یاردم تیم. گفتن شما خودتان آمدید یا الله تعالی فرستاد؟ گفتن من خودم آمدم. گفتن اما الیک فلا. گفتن شما به حاجت نیست. اگر الله راضی باشد من در نمی آتشان سوختننده من راضی هستم. همینجا همین سخنشون گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی کمک حضرت جبریل رو هم تو نیست قبول نکردن. برای من الله کفایت میکنه. این مقام اخلاص، مقام ایمان، مقام توحید است که بغیر از الله تعالی از دیگر کس یاردم پرسیدن به حضرت ابراهیم علیه السلام راضی نشدن. اگر غیر از الله دیگر کس به یاردم طلب میکردن از خلیلیت، از دوستگیری، الله تعالی نام آن کس را کوی میداد. برای همین الله تعالی اتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله تعالی ابراهیم علیه السلام را خلیل گرفت. در همین حالت وزمین ترین هم با الله تکیه کردن. خلاص بغیر از الله تعالی به دیگر کس تکیه نکردن. تشکر. این مقام ایمان است. و چخیلی که ما در اینجا درک کردیم، توحید الوهیت این نمودی پرستش الله که چی در نماز و چی در روزه و زکات، چی در صدقات و حتی در طلب دعا از شفا یا فرزند تنها از الله باشد، امید تنها از الله باشد، توکل تنها از الله باشد، با الله باشد. هر یک نیکی و بدی رو باید از الله ببینیم. به قدر راضی شدن هم این هم یک نمودی موحدی است، ایمان است. بله. و در ربوبیت، توحید ربوبیت رو چگونه باید شرح دهیم؟ توحید ربوبیت این الله تعالی تربیتگر است، خلق کننده زمین و آسمان است. همه چیز را الله تعالی خلق کرده است. با وجود الله تعالی دیگر خالق و رازق و مالک نیست. الله تعالی خالق است. الا له الخلق والامر. الله تعالی آگاه باشند که این خلق کننده الله است. الله تعالی در دیگر آیات قرآن میگوید ولئن اجتمعت الانس والجن على ان يخلقوا ذبابا لا يخلقونه. اگر انسان ها و جن ها همه جمع شوند، اگر یک پشه بر این مخلوق ضعیفترین را میسازیم گویند، ساختن نمیتوانند. بله. اگر پشه از آنها یک چیز را کشیده گیرد، آنها آن را گشته از وی گرفته نمیتوانند. ضعف الطالب والمطلوب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ذباب لا يخلقونه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر به یکدیگر یاردمچی شوند و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اگر پشه از آن یک چیز را گیرد، آن را گشته گرفته نمیتواند. طالب و مطلوب هم ضعیف هستند. یعنی در این آیات الله تعالی آشکار یک اعلان کرده است که خلق کننده زمین و آسمان یگانه الله است. نه فقط خلق کننده زمین و آسمان، بلکه میده ترین مخلوق ها هم، ضعیف ترین، عاجز ترین چیز را هم خالقش یگانه الله تعالی است. غیر از الله تعالی دیگر انسان ها همه یک دانه گندم را هم پیدا کرده نمیتونند که اگر همون دانه گندم را به زمین پرتیم، از آن چی کبوتی کرده گندم حاصل می شود. اگر انسان ها یک همون درنی گندم و از همون کرخمل و روغن و ساده‌ای از همین چیزها که ترکیب یافته است، همون چیزها را جمع کرده با آن پرده کرده استاد آن را به زمین پرتیان، از آن گندم نمیروید. یعنی الله تعالی خلق کرده است همون گندم را. دیگر همه چیزها را خالقش الله تعالی است که غیر از الله تعالی دیگر مخلوقات این خلقیت را پیدا کرده ساختن نمیتوانند. یعنی این یک الله تعالی در قرآن اینقدر آشکار انیق یک حجت آورده است که انسان ها ضعیف هستند، این چیز را پیدا کرده نمیتونند. الله تعالی خالقیت از آن الله له الخلق والامر. خلق از آن الله است. الله خلق میکند همه چیز. غیر از الله تعالی دیگر کس خلق کردن به قادر نیست. هر یک مخلوقات خدا را گرفته یک چیز ساخت میسازن، خانه مثال یک تکنیک یک چیز ها میسازن، اما اصلی خلق یعنی اساسش از اون چیزی که الله آفریده است. مثال همین دیگر چیزهایی که مخلوقات میسازن، همین ها هم الله ساخته است. به انسان عقل را داده است، فکر را داده است، قوت را داده است که با عقل و فکر، با یاردم خدا، با فهمی که الله تعالی برای بنده داده است، با همین ساختمان و مخلوقات دیگر چیزها را میسازن.
یعنی اگر به اصل هر یک کار نگاه کنیم، اصل خالق اساسی الله تعالی. اگر الله تعالی برای ما قوت ندهد ما دویدن نمیتونیم. اگر الله تعالی قوت ندهد ما حرکت کردن نمیتونیم. اگر جان ما را الله تعالی گرفت ما از یگانجا جان یافته نمیتونیم. یسألونک عن الروح، گفتن روح چی است، جان چی است؟ کل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. این روح، جان، این عقل، این هوشی که در انسان است، اینا غیر از الله تعالی دیگر کس داده نمیتوند. این را الله تعالی آفریده است. این از آن الله است. الله این سازنده این چیزها است. تشکر زیاد دامول عزیز. بینندگان گرام، این نوع توحید نوع توحید ربوبیت بود، یعنی از کلمه رب، آفریدگار کل شی، هر چیزی که ما میبینیم نمیبینیم، یعنی یگانه ذات، یگانه آفریدگار دارد که این الله است سبحانه و تعالی. و نمود سوم توحید که توحید اسماء و صفات است، با دلیل هایش از قرآن و سنت میرون شرح میدهید برای بینندگان ما. بله، الله تعالی در قرآن کریم خودش را تعریف میکند. الله گفته نام ذات، نام صفت خدا. الله این نام خدا است، یعنی در ذات خدا. این کسانی که در ذات خدا غلو میبرند آنها به گمراهی میبرند. یعنی ذات الله یگانه خدا میگیم به زبان تاجیکی، به زبان روسی باگ میگیم، به زبان تتری تنگری میگن. به هر خیلی زبان ها یک لفظی را استفاده میبرند به نام الله تعالی که این لفظی الله معنای الله را میدهد. الله تعالی همه مخلوق ها را، همه اسباب را برای مخلوقش، برای بندهاش تغییر کرده است. انسان خود به خود آن الله را باید دوست دارد. بغیر از الله تعالی دیگر کس را اینقدر دوست داشتن جایز هم نیست، ممکن است هم جای هم ندارد. الله تعالی در قرآن کریم میگه استعاذ بالله والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که به الله ایمان آوردند آنها الله تعالی را بسیار هم سخت دوست می‌دارند. یعنی به مانند الله تعالی دیگر کس را اینقدر دوست نمی‌دارند. مؤمن ها همین قدر الله را دوست می‌دارند. یعنی این بزرگترین نام الله هست. و دیگر صفات های الله در مثلا آیه های آخری سوره حشر هستند. الرحمن الرحیم هو الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار. الله تعالی نام های خودش را در قرآن بسیار صفت می‌کند. یعنی الله تعالی در ذات خودش ذات حقیقی است. صفات الله تعالی صفات حقیقی است. الله تعالی شنواست، اینقدر شنواست که همه چیز را الله تعالی میشنود. روی دنیا ده چند میلیارد 7 میلیارد آدم هم مخلوقات گپ زنند، همه آنها را الله تعالی میشنود. همه مخلوقات دعا کرد از الله تعالی پرسند، الله تعالی هر یک پرسنده را پرسیدگیش را میدهد. اما از خزینه الله تعالی با مانند بحر یک سوزن را در آورده گیریم چقدر از بحر کم شود یک قطره، اما از خزینه الله تعالی اینقدر هم کم نمیشود. الله تعالی همین خیلی غنی بای است که همه بنده هاش پرسیدگیش میدهد. ذات خدا ذات حقیقی است. صفات الله تعالی صفات حقیقی است. این صفات ما با بنده میگیم که غنی بای هستند. یعنی اون صفاتی که الله تعالی دارد این صفتی مجازی است که به این کس داده شده از بایگیری، اما اصلی صفت این صفت الله تعالی است که الله تعالی اینقدر بای است که همه چیز از آن الله تعالی است. الله تعالی هر یک مخلوق تمام بشریت پرسیدگیش تیاد از خزینه الله تعالی یک ذره هم کم نمیشود. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. الله تعالی میگه یگان چیز در این دنیا نیست مگر هر چیزی که هست این خزینه‌اش از نزد ما است، از نزد خزینه الله تعالی میاد و الله تعالی به یک مقدار معین با ما به زمین نازل میکنه. یعنی الله تعالی صفات رحمان است، نهایت بخشنده. اینقدر الله تعالی مهربان و بخشنده است که اگر یک پدر مادر به فرزندش اینقدر مهربان است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از پدر و مادر برای امت 100 بار مهربان تر هستند و الله جل جلاله برای بنده هاش از پدر و مادر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نهایت مهربان ترین است. الله تعالی دویم نام خدا رحمان است. اینقدر الله تعالی رحمان است که نهایت بخشنده است که اگر در روی دنیا چقدر کسانی که ضد خدا به خدا ایمان نمیبرند در حق خدا هر خیلی سخنهای ناشایسته میگن، خیلی که یهودی ها گفتن عزیر ابن الله، نصارا ها گفتن عیسی ابن الله، عیسی پسر خدا، کافرهای مکه گفتن، مشرکای مکه گفتن الملائکه بنات الله، فرشته ها دختر خدا گفتن. این یک سخنی را گفتن که زمین و آسمان لرزه تیت میشود از این سخن. در حق خدا سخنهای ناجایز را میگن، بر ضد دین خدا، بر ضد قانون خدا آنها مبارزه میرن. انا همین انسان ها را هم الله تعالی اینقدر مهربان و بخشنده است که همین انسان ها الله تعالی رزق داده است، حیات داده است، برای این چیزی که پرسان در این دنیا داده است. اما در آخرت الله تعالی رحیم است که فقط بنده هایی که به ذات خدا ایمان آوردند، با توحید با اخلاص به خدا بندگی امر و فرمان الله را اجرا کردند، آنها را الله تعالی رحم میکند، به رحمتش و جنتش داخل میکند. اما صفت رحمانی الله تعالی در این دنیا است و در آخرت الله تعالی صفت رحمانی
علماها مفسرها در صفت رحمان میگن صفت رحمانیش که الله تعالی معامله نمیکند، یعنی کسانی که به ذات خدا ایمان آوردن آنها را الله تعالی عذابشون جزایشون را مکافاتشون را الله تعالی میدهد. تشکر زیاد دامولای عزیز. دوستان عزیز، بار دیگر خاطر رسانی نمیم که امروز در برنامه ما حضرت دامولا محمود خان شرکت ورزیدند و ما و شما دایر به یکی از مسئله های مهمی دینمان دین اسلام که این هم باشد توحید است، در این باره صحبت کردیم و مخصوصا توحید چیست و یکتاپرست کیست. ما مثال آوردیم از حیات پیامبران و همچنین درباره سه نمودی توحید که توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات صحبت کردیم. البته در این فرصت خیلی کوتاه ما نمیتونیم این موضوع مهم رو پر تمام طرف‌هایش رو با شما بحث و مناظره کنیم و ما خواهش میکردیم که همه آنهایی که در این موضوع شوق و هوس پیدا کردند باید از سرچشمه‌های صحیح باید جستجو کنند، بخوانند، تماشا کنند و آموزند و در این جزئیات دین در توحید خود را ثابت قدم بگردانند. بار دیگر به تشریف شما تشکر میکنم. الله برای شما پاداش نیک عطا فرماید و تماشابینان گرامی در همینجا برنامه نوبتی ما خاتمه مییابد. خاطر رسانی نمایم که امروز ما درباره توحید و نمودهای آن صحبت کردیم و در برنامه نوبتی ما صحبت ما درباره اصول دین و شناخت الله، شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شناخت دین الله یعنی دین اسلام با دلیل هایش صحبت خویش را ادامه میدهیم. در همینجا با همه شما خداحافظی میکنم. الله یار و مددگارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة.